اگر در لندن باشی یا در واشنگتن باشی، از افغانستان هستی باید تا فکر میهن باشی. اگر در لندن باشی یا در واشنگتن باشی، از افغانستان هستی باید تا فکر میهن باشی. وقتی تو میخوری نان و پیازه یاد کن، مردمی بیچاره را کمک و کم زیاد کن. بچه‌ها یک مکتب میخونن شکر خدا جور باشن، اما اینجا تفلکا پول قلم ندارن. فکر اینها هم باش، فردای میهن هستن که گفته بچهای وطن کم از سوپرمن هستن. استعداد ما مردم در دنیا آوازه است، اما در خونه بسته ای هوای تازه است. هرچه دویده باشی او میدان ما بتابی، تا که روی یک سینه تا و بالا بتابی. اگر در لندن باشی یا در واشنگتن باشی، از افغانستان هستی باید تا فکر میهن باشی. پول چند سیگرت تو یک درجن قلم میشه، نفس تازه میشه، دل ما هم جمع میشه. میفهمی وقت نداری و سختی کار میکنی، از دولت قرضدار هستی کار ناچار میکنی. پولی یک چوکلت اینجا چند تابلت میشه، یک سوژه کمتر بجاو اینجا یک آملت میشه. هر جا باشی این خانه اجداد توست، در آزادی ما مردم آخر آبادی تو. جای عطر آرمانی ماشین سوغات روان کن، کلان کاری را بمان بیا کار کلان کن. میبخشی من سخت گفتم دل که مدد داره، هوای تازه اینجا هنوز سود و گرد داره. یک سلام از کابل جان، بطو هم در یاد مردمت باش، خدا نکنه تکم. اگر در لندن باشی یا در واشنگتن باشی، از افغانستان هستی باید تا فکر میهن باشی. یک لباسای مقبول بیخی. حواره رضای امروز استایلش کلی چیزایش بدل شده.